سلام بچه‌ها، امروز میخوام بر مدرسم دو روز دیگه است، ولی خب میخوام بر مدرسم خوراکیامو پک کنم. بریم با من. راستی به خودتون نگین اگر صدام سر گرفته و خستم، چون تازه از استخر اومدم. این لانچ باکسمه از کلاس اولم، ولی من عاشقشم چون 100 تا جا داره. یه جا داره و این تو این شکلیه، این تو این شکلیه، خیلی جا داره. تازه یه چنگال داره، قاشقاشم گم کردم. خب این تو پاستیلامه، میخوام انتخاب کنم. در بیسیچر میکنم، هر کدوم افتاد اون انتخاب کنم. خب اینا عالیه. من 3 تا تمیزشون دارم. یه دونه هلوه، یه دونه پرینگلش گریته، یه دونه توت فرنگی. نمیدونم کدوم انتخاب کنم، برای همین واقعا در بیسیچر 50 60 70 80 90 100. واقعا دلم میخواد هلوه باشه، چون خیلی وقت فول شو نخوردم. خیلی با خوبی میده. ببینید دلم نمیخواد زیاد برسم، برای همین قدر میزنم. ببینید چقدر خوشگله، خیلی نازه از نظر خودم. بذارم از این پاستیله که باز کرده بودم قبلا میزنم. میدونید این طعمای مختلف داره، هم نشونتون میده. هر کدومشون یا یه طعم خوب دارن یا بد. لیموش میریزم، اینم افتاد. خیلی خوشگله. اینجا سرجاش. من عاشق این لواشکام و از این شکلات ها، برای همین یه چند تایی میذارم این تو. ما چون 3 تا دوستیم، یعنی 3 تا یه گروهیم، ولی تو 4 تا، ولی اون 4مین نفر از این مدرسه امسال رفت، برای همین الان 3 نفریم. پس به اندازه 3 نفر نیازه از این ترشا کیکس مکس های زر روشون بزنم. حالا ترش این یکی رو خوردم. خیلی صدا بد شد. یه دونه از این بار مارشملو فراموش نشه، من عاشقشون. یه ذره تخمه آفتاب گردونم، اینم میذارم سرچه تا 2 روز دیگه برش میدم. این تو فعلا هیچی نمیذارم، چون میخوام میوه‌مو بذارم با این آب میوه، میخوام تا اون موقع خنک شه باشه. حالا براتون از اون روزم من میذارم. اینو میزنم پارت چندم میشه، پارت 3 برای مدرسه میشه، چون 2 تا قبلی هم داشتم چیز میکردم. تا پارت بعد، بای. اینم لوک آخرش.